بچه ها مرمته سروینه مثال شما چه خیلی حل کردم من این چیز است 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 گزارش کرده است ت گفته سون اینجا چند میشه تحت ریشه پیروسی 7 بود با 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 ت میگوییم ت پیروسی 7 میشه سونی من این یک ریشه ت این طرف گذرانده هر طرف کوادرات رو باشته حل کرده است اكو این راهی مخصوص بنم در ده چی بگویتم این راه یکمش هم تو راهی گزارش کردیم و با همون کوادرات برداری شد با همون سه کوادرات برداری اكو راهی مخصوصش این خیلی باشه گوش کنید ما هر دو طرفی برابری با هر دو طرفی معادله با هم طرفی راست هم طرفی چپ با انا این اعضایا من این اعضایا همشه پیروزش ضرب کرده میگیریم هر دو طرف به چیزشه؟ پیروزشه مقصدی ما اصلا ریشه خلاص کردن کو تماشا کنید طرفی معادله نویسه میمونیم 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 طرحی چند 3x کوادرات جمع 5x جمع چند 1 این طرفی معادله خودش بودن همین به علامتش منفی کو ما مثبتش ضرب کرده میگیریم همین حاصل فرقه فقط حاصل جمعش ضرب کرده میگیریم سه میشه ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 انا کو مینوس نیو پیروسی ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع چند 1 یک طرفی معادله به ضرب زدیم طرفی دویمش هم ضرب بزنیم طرفی دویمش هم شما کنیم بچه‌ها ضرب بزنیم ضرب زدیم یک کتی ضرب شود با خودش میشه نه با هم خودش میشه اما یک نویسه من میشه یعنی که ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 جمعی چیزه ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 انا بچه‌ها انا با اهمیت دیگه طرفی چپی معادله کدام فرمول امتیاز اگر هم این a گوییم این همشه b گوییم a minus b a minus b کدام فرمول امتیاز a کوادرات minus b کوادرات یعنی انا این چیز کوادراتش مینوس این چیز کوادراتش تمام طرفی یک طرفی معادله ما طرفی یکمی معادله ما همین فرمول امتیاز اما خیلی اینا ببینید چه خیلی آسان میشه ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 در چیز کوادرات مینوسی دویمش ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 در چیز کوادرات برابری طرفی راستش خودش می‌نویسیم جمع 5x جمع 8 جمع با ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع چند 1 آفرین انا کو وقتی که درجه ریشه که درجه ifade تحت ریشه برابر شود این ریشه ها میشه آزاد میشه ممکنه بتون این طرف ریشه دور اول این طرف نویسیم یک کمبه ثانی آزاد شونده های بگذار وای طرفی برابر بنویسیم ریشه 3x کوادرات جمع 8x جمع 5x جمع 8 جمع ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 برابری ریشهش گم شده نه چند ما 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 مینوسی 3x کوادرات 3x کوادرات بتون یک بار عقب آزاد بکنید مینوسی 3x کوادرات مینوس پیروز ضرب شود مینوسی 5x مینوسی 1 ملبس بتون یک بار هم چیز ساده بکنید بچه‌ها اینا ببینید نگاه کنید 3x کوادرات پیروز 3x کوادرات مینوس اصلاح شد می 5x پیروز 5x مینوس اصلاح شد می پیروزی 8 مینوسی 1 چند شد 7 شد انا این یک تا دیگه معادله حاصل شد اینش مینوس کردی اینش پیروز کردی معادله دیگه اکنون دوام هست نگاه کنید هم اگر دوامش هم بچه انا این معادله اولا بود کو شرطی مثلا فهمتید و انا این معادله دویمه بود کو شرطی مثلا هر دوشه جمع بکنیم هر دوشه جمع کنیم جمع گویا که اینو ببینید من این معادله یکم من این معادله دوم برابر 7
هر دوشو چون کنیم جمع کنیم چیزی میشه ریشه 3x کوادرات پلوس 5 همچنین ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 طرحی ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 مدل یک طرفش که طرفی مدل دیگر جمع میشه جمع ریشه 3x کوادرات ریشه 3x کوادرات پلوس 5x پلوس 8 چند کنیم با جمع میچن ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 1 برابری چند میشه؟ 7 کتی چند هفت جمع جمع 7 جمع 1 برابری چند شد؟ 8 شد اکو اهمیتی دیگر اینجا من این دو تا اعضا خوش اصلاح شده میره و هم خیلی هر دوش ایناش مینوس کتی ایناش پلوس کتی با دو تا این اعضا یک خیلی کو هر دو جمع میشن و x جمع x 2x میشن می اینم چند میشه؟ دو تا ریشه چند؟ 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 برابری چند؟ 8 تمام اکو تمام شد کنید هر دو طرف دو به تقسیم کنیم میگیریم چند میشه؟ دومی مدل ادامه می‌نویسم ریشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 برابری چند؟ انا کو این حالش خیلی آسانه هر دو طرف هم تو کوادرات نداره کوادرات برداریم سه میشه 3x کوادرات جمع 5x جمع 8 برابری 16 انا 3x کوادرات جمع 5x مینوس 8 برابری 9 یعنی که 16 علاوه برزاندیم 16 علاوه مینوس 16 میشه می مینوس 16 پلوس 8 مینوس 8 شد فهمیدیم اكو ایناش مدل 3 شد آسانه که کوادراتی شد اینا همیشه خودتون حل میکنید فهمید چند برام جوابش x یکم مینوس 8 تقسیم 3 که x دوم 1 دیسکریمینانت مینوس 8 تقسیم 3 که یک مینوس 8 تقسیم 3 که یک درست اینها جوابش جواب موجود درست مینوس 8 تقسیم 3 یک جواب مینوس 8 تقسیم 3 که چند؟ اینا میشه همه حل کنیم میتونه اما خیلی